الهیده فاتحه میگیری یا اینکه همه را یکی؟ مقصد در یک گورستان پدرت خواب است، مادرت خواب است، اهل عیالت خواب است. گوییم که از یک اولاد تو شاید تا 3 4 5 نفر باشد. آیا به هر کدام همین دعای الهیده کنیم یا که یک دعا بس است؟ یک دعا برای همه اونها کفایت میکند. ما شما همین یک دعایی که یا طلب مغفرتی که برای این اهل عیال خود و اهل اولاد خود میکنیم، برای همه او انشاءالله کفایت کننده است. شرط نیست سری هر گوری اونها ده ما و شما نشسته جدا جدا دعا و مغفرت. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. دوم، پیشتر هنگام گذشتن برادر کلانی زن او را به برادری بیزن یا زندار بعد نکاح کرده با زنی میدادند. آیا این عمل و رفتار درست است یا نه؟ چی میشود که این را شرح و ایضاح میدادید؟ اگر برادر میگذرد زن او در خانه گویم وقتی به شوهر میماند، آیا همو را گویم برادر دیگرش یا دادر او گرفته میتواند نمیتواند؟ بعضی ها میگویند که اکم میتواند و دادر نمیتواند. این گفته مردم است، لیکن همه او میتواند. وقتی که مثال همو برادری که از ما و شما از خانه گذشت، وقتی که زنی که گویم تا دوره های برادرمان ینگه من بود، لیکن وقتی برادرمان که گذشت او دیگر ینگه ما و شما نیست. خب دیگر او در این زمان رخصت است که اینم شریعت به خاطر همو فرزندایی که از او باقی مانده است که سرسان و سرگردان نشوند، گویم باعث تشویش و باعث گویم که باز در یک حالتهای وزنین دوچار شدن همین زن نشود، همین رخصت دادن که برادری چی کلانیش باشد چی خوردیش باشد نکاح کرده گیرد. درست است، یگان جای زلال زیان ندارد. این در نظر شاید بعضی آدمان ناخوب تابد، لیکن این مسئله شریعتی است برادر عزیز. البته شریعت خدا و حبیب او از ما و شما بهتر و خوبتر میدانند. برای همین این مسئله در هیچ کدام ما و شما شک و شبهه نداشته باشیم. هر یک گویم که برادری که زنش میگذرد، کدام برادری که خواهد او را به خاطر فرزنداش میتواند، به خاطر فرزنداش هم که اگر خواهد گیرد حق دارد. درست است در شریعت. برادری دارم که بیش از 20 سال باز کسلی روحی می باشد و چند بار در کسلخانه روحی خوابید. ملا و طبیب های گوناگون دعا خواندن ولی تا حال شفا نیافته است. باز بیش در بیش فقط پاپیراس می کشد. بارها زاری و تولا کردیم که پاپیراس را نکشید، باز می کشد. خب 2 بار در نماز جمعه آوردمش، یک قدر خوب شد ولی دیگر نه آمد. چی باید کرد که شفا یابد؟ با احترام مخلص شما از توگرک. یعنی البته آن کسلی های روحی که وجود دارند اونها در این نماز جماعت اشتراک کردن نمیتونند، به خاطری که اونها که جن دارند یکی از ضربه های سخت‌ترین به سر جن ها این نماز با جماعت است. اگر کدام ما و شما پایبند نماز با جماعت باشیم، هیچ وقت ما و شما کسل روحی نمیشویم. یکی از ضربه های وزبینه که به سر جن ها می آید این چی است؟ انا همین نماز با جماعت، حضور در نماز با جماعت است. و این خاطر این 1 بار یا 2 بار آمد دیگر جن ها ایرا نمی مانند که این در نماز جمعه اشتراک کند. فقط اینا می توانند این برادرهایی که اینجا حاضر مولانا مشهور آدم است در خواندن گویم علیه جن ها، اینجا با یک قسم برادرهای دیگر هم وجود دارند که علیه جن ها میخوانند. شما مراجعت کنین، ان شاء الله من برای شما اینها را توصیه میدهم. خدا خواسته باشد شفا را البته به این فرزندی تو باشد، برادری تو باشد، خدا نصیب میکند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. خدا زبان شما را باز هم شیرین‌تر و برا گرداند. ما یک سوال مصلحت آمیز دارم، التماس همین روز جواب گویید. برای آن که من از راه دور آمدم
دیگر آمده نمیتوانم. ایره یک مادر جمعه گذشته نویسانده بود است. ما که دیگر گوییم که وقت ها ممکن نشد جوابش نگردانیدیم. خیلی شاید که این مادر الحال نباشد، لیکن جوابش میگردانیم شاید که به گوشی ویم رسد. از راه دور آمدم دیگر آمده نمیتوانم. من مادر 6 فرزند با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری من که از شما راضی نیستم شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپ‌هایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گویید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گویید. با احترام مخلص دوستدار شما از اوچسکه تاسقلعه کلخاز لیلین. این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد این قدر جنگ و جنجال باز شاید پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، اینجا در سوال ها در این باب خیلی زیاد. من 3-4 سوال فقط مخصوص شکایت مردها از زنها هست که اطراف این برای ما چی مصلحت میدهی. حبیب خدا در حدیثای مبارک میفرماید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. ببین خیلی با دقت باشین. می توانین این سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه دارین رفته رسانین. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم میکند، پیش از شوهر از این دنیا میگذرد. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض. حبیب خدا میگوید لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی است. به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است. به خاطر چی غمگین است؟ به خاطری که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار یک حکم قرار میداد. با این خاطر این مرد که دوستش می داشت برای رفتن این زن، برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت. هر دری ببین شما در خانه ها دارین، 4 خانه ها دارین، 5 خانه ها دارین. هر خانه تو اینش از اینش دیگرگون است، اینش از اینش زیباتر است. جنت هم همچنان است. هر دری او به خودش باز کوشک‌های جدا دارد، هر کدام او به خودش خوراک‌های الهیده دارد، هر کدام او به خودش راحت‌های گوناگون دارد. حبیب خدا میگوید همه این درها منتظر همون زنی هست که شوهر از او اگر راضی باشد. لیکن اگر شوهر راضی نباشد چی؟ حبیب خدا گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا. حبیب خدا گفتن وقتی که زن در دنیا مرد آزار میدهد، گویم با بالای مرد فرمان میدهد، سخنهای گویم بلند میگوید، به اجازت شوهر هر کاری را که خواهد انجام میدهد، بالای شوهر گویم قواق دارد، خوب قبول نمیکند شوهر. حبیب خدا گفتن که به جانب این زنهای دنیایی آن حورهایی که منتظر
و این زنهایی که به شوهرها فرمانبرداری نمی کنند، آزار می دهند، حورهای جنتی به جانب این زنهای دنیا از جنت صدا می دهند، می گویند. وقتی می بینند مرد خیلی گویم در حالت ناخوب قرار دارد، خیلی گویم خسته شده است از حساب این زن بدفعل، حورهای جنتی چی می گفتند؟ لا تؤذی قاتلک الله. ای زن دنیایی، این شوهر آزار نده، خدا تو را هلاک کند. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند. فانما هو عندك دخیل، یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این شوهرهای شما نزد ما می آیند، زود است. این گویم یک ندای، یک فریاد از جانب حورهای جنتی نسبت همون زنهای می شود که در دنیا شوهرها را آزار می دهند. شوهرها از اونا ناراضی هستند، می گوید من از همین زن خود راضی نیستم. وقتی که راضی نباشد والله که تو را عبادت ها دیگر فایدت نمی کند. اگر شبان روزن عبادت داشته باشی، در برابر این اگر شوهر از تو راضی نباشد، حدیث ها و آیت های بیشمار دلیل های وجود دارد که عبادت ها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. حبیب خدا میگوید آدم سجده کردن جایز نیست. ببین ما و شما سبحان ربی الاعلا گفته پیشانی ها ما خدا را سجده میکنیم، انا همین گونه سجده برای آدم جایز نیست. اگر پیش یک آدم کارمان افتاد، یا که گویم که در پیش یک آدم ما و شما یگان مسئله در متهم مانیم، در پیش پای او غلطیدگی آدم تعظیم کرد، این در نزد شریعت حرام است، این جایز نیست. لیکن حبیب خدا میگوید اگر آدم سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردم اینکه زنها شوهرهاشون سجده کنند، زنها شوهرها را سجده کنند تعظیما لحقه، از حساب بزرگی که خدا این حق بالای شوهرها داده است. افسوس که اگر این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت زبیر نمیشوند، این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت ایوب نمیشوند که حضرت ایوب بعض روایات تا 14 و تا 16 سال بالای تخت سنگ خواب بود، رحمه عائلش خدمتش میکرد. ببین تا 14 تا 15 ساله حضرت ایوب بالای یک تخت سنگ وجود حضرت همه درمند رحمه او را خدمت میکرد. امروز من باوری دارم که از حساب بعض زنهایی که گویم که معرفت و خدا ترسی ندارند، شاید یک ماه طاقت نگاه بین شوهرها نداشته باشند، یک ماه. حالا که باید این گویم که این زنهای جامعه ما و شما پیرو اینها شود تا که آخرت چون آباد شود.